تست آلرژی خونی انجام بدی یا پوستی؟ اگه اگزمای شدید داری خونی بهتره. برای بچه ها از لحاظ پزشکی فرق نداره، ببین بچه تو کدومش راحت تره. روشش تو یکی آزمایش خون میگیرن، تو یکی پوست رو یه مقدار خراش میدن یا سوزن میزنن نقطه‌ای، بعد اون ماده آلرژنی که انتخاب میکنن رو بهش میزنن. هزینه خب معلومه آزمایش خون گرونتره. درد اون یکی خونگیریه، اون یکی هم یه مقدار خراش و حالت سوزن زدن به پوسته. زمان جواب توی آزمایش خون بسته به آزمایشگاهت داره 1 روز 2 روز، اما توی تست پوستی 1 رو 15 دقیقه بهت جواب میده. اگه آلرژی داری این پست رو سیو کن، پیج ما رو هم دنبال کن. اگرم دوست نداشتی حتما مواظب خودت باش.